سلام دوستان، اومدیم با یه آنالیز جدید دیگه. این امروز اومدیم با تنباکو مسکو بنگ بنگ ببینیم چه جوریه، چه طعمیده. بریم بازش کنیم. این جلد اولیش، جلد روشه. ببینیم چه جوریه، گوش چه جوریه، طعمش چه جوریه. خیلی گرمه، اصلا هوا خیلی گرمه، اصلا گرم و شدیده. اینم شیرش زیاده مثل همون تنباکوی قبلی، ولی بذارید ببینید. آقا بوی نعنا رو حس میکنم توش. بعد اینکه تنباکوشم قرمزه که من رنگش رو دوست دارم، بهش 10 میدم به رنگش از همین الان. آقا آدامس هم حس میکنم، با یه انگور سیاه حس میکنم. حالا بریم بزنیم داخل تنباکو ببینیم چجوری. میگم بزنیم داخل تنباکو ببینیم چه عربن کم شد. بزنیم داخل سریع ببینیم چه طعمی حس میکنیم. حالا تو قدیم کشیدنش این فرق داره داستان. با امید خدا من دوست دارم پرک بشه که راحت تمایز کنه. من سریال قبلم کشیدم این تنباکو، تست کردم، فکر میکنم سنگین میشه. حالا بذار بریم بکشیم این چجوریه دیگه. خب اینم از اینم به اینجا بریم شلنگ بازیم. آقا چون جلد مسکو یه خورده مشکی رنگیه، منم به خاطر همون شلنگ مشکی رو بردم عشق کنم. من دوست دارم شلنگ همیشه عوض میشه، سر همون شلنگ جدید میذارم. اینو برم اشکا، بعد این بزنیم اینجا، اینم بزنیم اینجا. بریم باز کنیم شلنگو. خب این تمام. این چیزیش هم بیلبلکش هم بذاریم که هوا نکشه. خب اینا رو تنظیم کنیم. خب هر آقا زغال من همیشه از اونجا که میدونی دیگه چند وقته هزانه دنبال میکنیم، من همیشه زغالم آماده است. خب یه کام بگیر ببینیم چجوریه. آقا از این که قلیون من سری کام میفته اینم بهتون بگم، این که سریش فلزیه، بعد اون وقت زغالش هم یه خورده کوچولو موچولوه، چون پخش میچینم راحت قشنگ سری کام میفته. به این خصلت چیز حالا شاید من اینطوریشم. ببین یالا من تنباکو کشیدم، تست کردم، مسکو یه خورده گلو رو میزنه، اصلا ربطی به زغال نداره، یه خورده گلو رو ناخواسته میزنه، نه حالا به خاطر نعناشه یا به خاطر آدامسشه. این که دودش زیاده هم به سریع ربط داره هم به تند. حالا اینا رو میخوام یه پست دیگه، اصلا پست آموزشی برای کام افتادن قلیون و تن گرفتن تنه و اینا جدا بذارم، ولی کلی وسط ویدیو میگم بدونید.
نعناش خیلی زیاده قشنگ حس میشه، ولی بادامسش نسبت به نعنا کمتره، بادامس و انگورش کمتره. تا اینجا کار من اینطوری تست میکنم. آقا بد نیست، خوبه. مثلا برای اونا که یه خورده نسبت به هندونه یخ و سیب یخ و اینا یه خورده میخوان سنگین بشه، مسکو بد نیست، خوبه. بین حالا لاو هم تست میگیریم، بعد یه ترکیب سمی داریم، پست بعدی ایشالا لاوه. آقا امتیاز 8 رو میگیره، طعم متعادلیه. مثلا گلو رو میزنه و درسته، خب یه خورده گلو رو میزنه مثلا، ولی طعمش چون مثلا قشنگ حس میشه، من بهش 8 رو میدم. پسند من است، بکشید تست کنید. آقا تنباکو رو گفتم کشیدم، آنالیز کردم، بهش 8 رو میدم، امتیاز 8 رو میدم، طعم خوبی بود، من پسند من است. جلد بسته رو بهش 7 رو میدم، قشنگ طراحی شکیل عالی. و دیگه براتون بگم رنگش هم که امتیاز کامل رو گرفت. آقا پست رو لایک کنید، سیو کنید، شیر کنید، بفرستید. انشالله ویدیوهای بعدم بهتر میشه. بعد اون وقت هم بدرود.